بچه که بودم هر وقت میرفتم دهات مامان جون خدا بیامرز واسم قرمه سبزی رشتی درست میکرد. آخ که نگم براتون چه حالی میداد خوردن این قرمه سبزی تو ایوون خونه مادر بزرگه. الان میخوام به شما هم بگم چه جوری باید درستش کنین. اول همه جای تیکه های مرغ رو به نمک، فلفل سیاه تازه سابیده شده و زردچوبه آغشته کنین و کمی ماساژشون بدین و بذارین 1 ساعت مزه ها به خوردشون بره. حالا باورتون میشه این قرمه سبزی بادمجون هم داره، فقط حتما اول باید با نمک تلخیشون رو بگیرین. اینجوری که پوستشون رو که گرفتین بهشون نمک بزنین و همه جاشون رو نمکی کنین و بذارین 1 ساعت به حال خودشون باشن و یه آب زرد رنگی ازشون خارج شه و بعد بشورین و خشکشون کنین. اینجوری میتونین تلخی احتمالی بادمجونا رو بگیرین. راستی من بهنام رستمی هستم و توی صفحه‌ام میتونین انواع غذاهای محلی رو یاد بگیرین. خوشحال میشم پیجم رو دنبال کنین و با من همراه باشین. حالا توی این مدت دور تا دور مرغ‌هایی رو که مزه‌دار کردین سرخ کنین. البته قرمه سبزی مامان جون با مرغ‌های محلی بود که اونجوری خیلی خوشمزه تر میشد. شما مرغ محلی دوست دارین یا ماشینی؟ بعد از سرخ شدن مرغ هم پیاز ریز خورد شده رو کنارش تفت بدین تا طلایی شه و برید سراغ سبزی قرمه که من از سبزی سرخ شده و آماده نوبر سبز استفاده میکنم که از تمام هایپرها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای میتونین تهیه‌اش کنین. حالا من بازم دارم سرخش میکنم چون مامان جون همیشه میگفت سبزی قرمه باید اونقدر سرخ شه که شهید شه. بزرگوار خیلی به خواص مواد غذایی اعتقادی نداشت. حالا اگرم نخواستین از سبزی آماده استفاده کنین، نسبت سبزیاتون باید اینجوری باشه: تره 150 گرم، جعفری 75 گرم، گشنیز 40 گرم، شنبیله و اسفناج هر کدوم 20 گرم که در مجموع میشه 300 گرم. توی کپشن هم براتون مینویسمشون. راستی اگه این آموزش رو دوست داشتین خوشحال میشم با لایک و کامنتاتون ازم حمایت کنین. مرسی. بعد سبزیای سرخ شده رو بریزین توی گمج و روش آب جوش بریزین و بذارین 1 ساعت ریز قل بخوره. فقط یه نکته قرمه سبزی مامان جون این بود که یک کوچولو سیر مینداخت توش که خیلی خوشمزه ترش میکرد. از اون ورم لوبیای چشم بلبلی رو که خیس کردین جدا بپزین که رنگ خورشت رو کدر نکنه و وقتی پخت به خورشت اضافهش کنین. حالا فقط مونده که بادمجونایی رو که تلخیشون رو گرفتین سرخ کنین که برای اینکه جذب روغن بادمجونا کم بشه همیشه از اول روغن رو اندازه بریزین، چون اگه کم کم روغن اضافه کنین بادمجون همش رو میخوره. بعد از سرخ شدن بادمجونم توی همون روغن گوجه ها رو سرخ کنین و کنار بذارین و آخرای پخت قرمه سبزی رشتی بعد از اینکه بهش آب بوره اضافه کردین گوجه ها و بادمجون رو بچینین روش و واقعا دوست دارم کنار باقالی و سیر و سالاد این خورشت گیلانی رو امتحان کنین و عشق بازی کنین با خوشمزگی. چه برنج کته‌ای هم شده ها، چه تهدیگی. جاتون خالیه واقعا. و بهشت زیر دست آشپز هاست و بس نوش جانتون. تا حالا کنار غذا باقالی خام خوردین؟